درود رفقا، یک سری بی پدر و مادر که ثباتی اسم نوشتن خود ندارن آمدن و ما تازی یا تازیک میگن بدون این که بفهمن این کلمه از کجا ریشه گرفته. در قدیم ترک ها و مغول ها که بودن به حرف جیم مشکل داشتن، درست تلفظ کردن نمیتونستن. با تاجیکان یا تاجیکان یا تاجیکان وقتی که ارتباط برقرار میکردن، اینا ز براشون راحت تر بوده، تازیک میگفتن. تازیک از اونجا چی مانده، باقی مانده. مثلا آلمانی ها میگفتن نمیتونن فروتن، میگن فروتن. مثلا ما شما میگیم کتیمه، بیا کتیمه بریم. این کتیمه نیسته، این خودیم هسته، بیا خودیم بریم. نگاه کن، خودیم زیاد جالب نمیاد، کتیمه جا افتیده تر است. نگاه کن، هر کلمه ای که ما شما صحبت میکنیم این سالهای سال بروی از این کار شده که برای ما شما اینقدر جا افتیده. هیچ چیزی که همین قسمی نبوده. در قدیم مثلا به زمان زرتشتیان بروی کلاهشان یک تاج داشتن که تاجیکای افغانستان، سمرقند و بخارا و تاجیکستان هنوز همون تاج دارن روی کلاه خود. و دیگه تاجیک در معادل این استفاده میشه که جدا از عرب، مغول، ترک، یعنی تمام تاریخ نگاران و ایرانشناسان به این نتیجه رسیدن که تاجیکان قدیمی ترین نژاد آریایی هستند. تو به هر فارس ایران تاجیک هم گفته میتونی، به هر تاجیک افغانستان و سمرقند و بخارا و تاجیکستان هم فارس گفته میتونی. چرا؟ چون که اول تاجیک بوده، پارتیان شده، باز پارسی شده، باز فارسی شده. افتخار است کلگش. فخر دارم از زمین تا آسمانم تاجیکم.